رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که وجبت. چی گفت؟ وجبت یعنی واجب شد برای. روزی دیگر جنازه گذشت، مردم گفتن چی؟ انسان حقی مسلمان بالای مسلمان 5 دست. یکی همیه که هر مسلمانی در هر کجای شنیده که برادر مسلمان از دنیا گذشته است، حتما در جنازه او شرکت کردنه و تعزیه بیان کردنه. الحمدلله جزاکم الله خیر. الله همه شما را جزای خیر بده که آمده برای ایشان کار کرامت الله را تعزیه بیان کردن و این سبب جمع شدن شما، سبب مخلص بودن ایشان کاری خدای داده. الله میگه در قرآن که کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. الله در سوره عنکبوت خدا میفرماید که کل نفس ذائقة الموت، همه نفس چشنده مرگ است. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا که مرگ چشیدن گذشتن، از باب اغلاق دیگرها میگذارن. هر نفسی که در روی زمینه چشنده چیه؟ مرگ است. و همون خاطر برادرای عزیز، هر کدام ما و شما که باشیم در قبرستان آمدیم، مانندی که داملا گفتن وقتی که جنازه خونده شید یک قرات ثواب می شود و جنازه را خوندیم تا قبرستان، ما در درون قبرستان هستیم. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدن که و ما القراتان یا رسول الله، چی هستند قراتان؟ گفت که مانند کوه احد در نامه اعمالتان چی؟ اجر ثواب نوشته می شود. به همون خاطر همه ما و شما آمدیم با خاطر جنازه را خوندن و نیت مونه باید پاک بکنیم که خدایا این ثواب جنازه خوندن مونه و ثواب این برادر مسلمان ایشان قاری را دفن کردن برای یکی ما و شما نصیب بگردانه. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی فرزند آدم از دنیا گذشت همه اعمالش ختم می شود. همه اعمالش ختم می شود الا من ثلاث، مگر که سه چیز. وقتی فرزند آدم از دنیا گذشت همه اعمالش چی می شود؟ ختم می شود مگر که سه چیز. صدقه جاریه، یکم چیزهایی که صدقه جاریه، مسجد راست کرد، آب کشید، سوید کشید، یک طالب علم کتاب خرید، قرآن خرید، دیگرها را خوندن، همه اینها چی می‌دارن؟ صدقه جاریه می‌دارن. انسان در قبر خواب است اما فانتی او چی شاتی او کار کردن میگیره. و همون خاطر ببینیم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با همراه اصحابش چند سال شد در قبر خواب هستند و عالمایی که گذشتن چند سال شد در قبرها خواب هستند. سبحان الله، خیلی 1400 سال شد از اون پیشتر. مردی عاقل همون شخصی است که در دنیا را کوشش میکنه مزرعت برای آخرت. دنیا را چی میکنه؟ جای میگذاره که مزرعت یعنی کشزار برای آخرت. گندم زی گندم بیراید، جو زی جو. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. الله میگه در قرآن در سوره چی؟ سوره ذاریات الله میگه اگر مثقال یک کم ترک شما نیکی کرده من را فردا برای شما برمیگردونم. اگر کم تری اگر بدی کرده به سوی شما چی برگشته میشه. با همون خاطر مردی عاقل مسلمانی واقعی کسی است که این دنیا را فرصت غنیمت میدونه. عمر ما و شما بسیار کوتاه است. کوشش بکن صدقات جاریه را زیادتر بکن. صدقات چی جاریه را زیادتر بکن. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت انسان مرد سه چیز بعدی سرش میمونه: صدقه جاریه او عالم ينتفع به، عالمی که علم میگیره و برای دیگران چیکار میکنه؟ تعلیم میده. عالم علم میگیره و برای دیگران چیکار میکنه؟ تعلیم میده علم و شاگرداش در حق او چیکار میکنه؟ دعا میکنه. ان شاء الله که ایشان قاری خدای داد الله رحمت و مغفرتش کنه. این بیماری های کشید سبب آمرزش گناهاش باشه. قاری های زیاد، شاگردای زیاد چی تعلیم کرده است. خب عالمی که علم میگیره و برای دیگران تعلیم میده. دیومش بد. سیومش چیه؟ او ولد صالح يدعو له، فرزندی صالحی که در حق پدر مادرش کار میکنه؟ دعا میکنه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفت که فرزند دو بس،
بلکه گفت که ولد صالح. شرط فرزند داشتن نیست، شرط فرزندی چی؟ صالح داشتن است. کوشش بکنیم که فرزندا را تربیه خوب بکنیم که بعد سرمون چی باشن؟ نمازخوان باشن، که در نمازش چی میگن؟ اللهم اغفر لی، خدایا ما را بیامرز، ولی والدی، و پدر مادرم را بیامرز. به اون خاطر برادران عزیز سعی کوششتون زیادتر بکنید که تا که فرزنداتون صالح باشن، عقیده خوب داشته باشن، مسلمان الله شناس باشن، خدا شناس باشن و پیامبرشون خوب بشناسن، دینشون چی؟ خوب بشناسن. زیرا این بعد سرتون برای شما چی میشه؟ ذخیره میشه. او ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که بعد سر پدر مادرش کم میکنه، در حقش دعا میکنه. انشاءالله که همه ما شما شاهد هستیم برای که قاری خدای داد بعد سرش فرزندای خوب گذاشت. کی است؟ قاری کرامت الله. و چی الحمدلله از دستی طالب علمای زیاد که طلب قرآن، حفظ قرآن میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث عثمان رضی الله عنه، خیرکم من تعلم القرآن و علمه. حدیث در بخاریه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما در بین شما کسی است که قرآن میآموزه و برای دیگران چیکار میکنه؟ تعلیم میده قرآن. ان شاء الله که ما و شما تزکیه نمیتیم، اما ان شاء الله گمان داریم که ان شاء الله این انسان های چی تعلیم قرآن گرفتن و برای دیگران چیکار کرده ایستن؟ تعلیم قرآن دادن. قاری خدای داد خودشون هم میخل بدن و فرزنداشون ان شاء الله بکنه که الله قبول کنه این اعمالشون. و دیگر گفتنی من برای شما ای است که برادرای مسلمان، فرزند صالح ای همه مهم است، در دنیا هم در آخرت هم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که وجبت. چی گفت؟ وجبت یعنی واجب شد برای. روزی دیگر جنازه گذشت، مردم گفتن چی؟ انسانی خوب بود، انسانی خوب بود، انسانی مسجدی بود، انسانی با تقوا بود. وقتی که وصفش کردن مردم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که وجبت، گفت که واجب شد. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که برای او چی واجب شد؟ برای چی واجب شد؟ گفت که انتم شهداء الله فی الارض والملائکه شهداء الله فی السماء. گفت شما شاهدای الله در روی زمین هستید. شما شاهدایی که الله در روی زمین هستید، شاهدای الله با ملائکه در آسمان هستند. به همون خاطر کسی که چند برادر مسلمان اگر شاهدی به خیر بده یک مسلمانه، ان شاء الله او چیه؟ اهل جنتیه. ان شاء الله قاری خدای داده هر کسی که در جمع شده است ان شاء الله که همه بشارت میتیم که چیه؟ حافظ قرآن بود، با تقوا بود، خدا ترس بود. ان شاء الله که آمدن برای توبت و آمدن به نیت نیک، الله حجشون قبول کنه، رفتن حج خانه الله برگشتن و خداوند با پاک به سوی خودش کارش کردن، برش کردن. همچنانه که ما شما آیت میخونیم کل نفس ذائقة الموت، همه مرگ چیه؟ همه انسان نفسی که در روی زمینه چشنده مرگ است. همه ما شما باید چی بگیم وقتی مصیبت بالا انسان اومد؟ انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از آن الله هستیم، مخلوقای الله هستیم و به سوی الله چیکار میکنیم؟ برمیگردیم. به همون خاطر برادر عزیز وقتی شما را زیاد نمیگیریم، خداوند همه شما را جزای خیر بده و اشون قاری را خداوند صبر جمیل عطا بفرماید. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر الله خیر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم منزله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. برادران عزیز مهربان، و همه ماهان خبر داریم که امروز برادر قاری خدای داد حاجی بود و حافظ کل قرآن بود. خداوند امروز دنیای فانی را ترک کرد و دنیای که همیشه هست و اونجا سفر دارد.
همگان دعا میکنیم که الله سفرشون به خطر بگرداند و قبرشون پر نور، قیامتشون آباد بگرداند. خداوند در هر یک قدمایی که شما به اینجا آمدید الله برایتون اجر عظیم نصیب بگرداند. چگونه که الله تبارک و تعالی میفرماید که هر یک نفس چشنده مرگ است. هر یک انسانی که در این دنیا نفس میکشد خواهی نخواهی مرگ را میچشید. انسان چی امید و آرزوها دارد، انسان چی نقشه ها دارد، نقشه ها همه در دنیا باقی میمانند و سوی الله سفر میکنی. نقاش اساسی ما و شما الله تبارک و تعالی هست. این دنیا در اختیار ما نیست. هیچ وقت غمگین نشو که یک برادر یا یک چیز از دنیا گذشت. این همش در دست الله است. الله هر وقت که خواست یک تا به یک تا از بین ما گرفته میبرد. تو چی پیر هستی، جوان هستی، یا حج نرفتی یا که نماز نخوندی، فرصت داریم. همه ما چیکار کنیم؟ فرصت داریم. 5 وقت نماز خود را بخونیم، الله را عبادت کنیم، حرام را از حلال فرق کنیم و دستگیری همدیگر باشیم و دعایی به حق برادران باشیم که بیمار هستند یا در هر یک گوشه و کنار روی دنیا هستند. از مصیبت و مشکل ها و همه بلاها الله تبارک و تعالی همه ما و شما را نگهدار باشد. خداوند قاری خداداد را برای خودش یک میراث بهترین در دنیا گذاشت. حافظ قاری کرامت الله عبدالله محمد الله 6 تا فرزند داره. الحمدلله همش حافظان قرآنند، بلبلان قرآنند و تا روز قیامت انشاءالله اینا خدمتی کتاب الله را تا روز قیامت انشاءالله خدمت میکنند و همه شما دعاگوی این برادر باشه که الله قیامتشون آباد جنت الفردوس را نصیبش کنه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.